یکی از شایع‌ترین حساسیت‌ها در صنعت تتو حساسیت به رنگ قرمزه. اونم به دلیل اینکه به خاطر ترکیبی از ترکیبات شیمیایی با سیستم ایمنی بدن. اگه بخوام ساده‌تر بگم، رنگ‌های قرمز دارای ترکیباتی هستن مانند سولفید جیوه، کادمیوم قرمز و اکسید آهن قرمز. این موادها مخصوصا ترکیب جیوه و کادمیوم باعث التهاب، قرمزی، تورم و خارش میشن در اون قسمت تتویی که زدید. بعضی از رنگ‌های قرمز زیر آفتاب که برید باعث میشه تحریک کننده‌ای رو آزاد کنه که باعث التهاب بیشتر و خارش بیشتر میشه. پس بیشتر مراقب باشید. زیر آفتاب هم اگه میرید حتما از ضد آفتاب استفاده کنید. و اینکه این مواردی که گفتم برای کسایی که بیشتر حساسیت پوستی دارن، حتما قبلش اگه اسم میکنید که حساسیت پوستی دارید یا ممکنه به رنگ قرمز حساسیت داشته باشید، حتما یه دکتر قبلش برید، بعداً از رنگ قرمز استفاده کنید.